سلام، من اینجام تا شما رو ببرم به شهر لیما توی پرو. این شهر حدود 11 میلیون جمعیت داره. تفاوت بالا شهر و پایین شهرش به شدت حس میشه. بالا شهر خیلی زیبا و پایین شهر خیلی فقیر و خونه های بدون نما. خب سری دستشون بیشتر از جنس پشم آلپاکا هستش. همینطور اینجا یه معبد پیشینکایی هستش به اسم هواکا پوکایانا. محله میرافلورس و بارانکو به طور کلی 2 منطقه هستن که به شدت زیبان. اینجا هم که من عکس گرفتم اسمش پارک آمور بود و این هم ادامه همون محله مالکون در میرافلورس هست که یه میرادور خیلی زیبا به ساحل عالی شهر لیما در پرو داره. ساحلش رو ببینید چقدر شنوماسه‌های درشت داره، پر از سنگ، خیلی به نظر من خاص و قشنگ. اینم یه رسم هستش که من هم تو شیلی دیدم، هم اینجا دیدم که روی قفل‌ها دختر و پسرای جوون اسمشون رو می‌نویسن و اینجا می‌بندن و به نشونه این هستش که عشقشون پایدار بمونه. این بخش هم بخش بارانکو هستش، مرکز شهرش پلازاش هستش در اصطلاح، که خیلی محیط قشنگ، حالت تاریخی و جالبی داشت. اینها هم اعتقاد دارن به کلاغ، چون کلاغای خیلی زیادی من اونجا دیدم. سر کلاغ ها رو اینجا به صورت یه نماد و نشونه طراحی کرده بودن و قرار دادن. این هم یه کمی از مراسم داخل کلیسایی که در پلازا بود واسهتون عکس گرفتم و در ادامه چند تا عکس از لیمای زیبا.